سلام رفقا، امیدوارم هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه، تنتون هم سالم، جیبتون هم پرپول. با یه ویدیو دیگه در خدمتتون هستم. من فرزانم، به چنل من خوش اومدین. روزمرگی‌های من، همونطور که میدونید این چند روز اخیر من یکم از نظر روحی حالم به هم ریخته بود و یه سری تمرین‌ها و کارا، چه اون کاری که خودم میدونستم مثلا انجام دادنش خوبه، چه یه سری کارهایی که دوستا و آشنایان بهم پیشنهاد کردن انجام دادم که حالم بهتر شه. یکی از اون کارا که خیلی حال منو بهتر کرده و روم بیشتر از همه تاثیر گذاشته مدیتیشنه. واقعا کار لذت بخشیه. این که حالتی که به درون خودت میری و روی خودت فوکوس میکنی خیلی حس و حال خوبی داره. من چون اولاشم خب چون تازه شروع کردم، هنوز اول راهم، ولی حس میکنم دارم خوب پیش میرم. تو همین چند تا جلسه هایی که دارم انجام میدم، این جلسه اولیه که دارم مدیتیشن انجام میدم، یکی از بیشترین حسایی که داشتم اینه که وقتی که به درون خودم میرم، این فکر که کلا اصلا از بین برو نیست. مدام این ذهن آدم درگیر فکر هست، گذشته و حال و آینده و همینطوری میاد و میره. ولی وقتی مدیتیشن انجام میدی، یه حالتی انگار که از بالا، انگار اصلا روی بلندی از بالا داری به فکرات نگاه میکنی که همچنین میان و میرن، ولی زیاد بهشون اهمیت نمیدی. یه چنین حسی من برداشت کردم از مدیتیشنی که تو این چند جلسه انجام دادم. خیلی جالب بوده اینا. ولی یکی از مدیتیشنایی هم که یاد گرفتم اسمش مدیتیشن هدفه اگه اشتباه نکنم، که مثلا روی یک کلمه یا یه جمله فوکوس میکنی و اونو مدام با خودت تکرار میکنی. در حین اینکه داری نفس میکشی و حواست به نفس کشیدنت هم هست و تو لحظه حالی، هی وسطاش ذهنت بیپره، میره میاد، ولی دوباره با چند تا نفس عمیق میتونی برگردی به حالت اوله. من که خیلی تجربه خوبی واقعا کسب کردم، واقعا خیلی راضیم. بعد همونطور که مثلا توی فیلم ها دیدی یا توی آموزش های مدیتیشن یا حالا هر جا توی سوشال مدیا اینو دیده باشین، مثلا کسایی که مدیتیشن انجام میدن کنارشون عود و گل و بامبو و شمع و این چیزا هم هست. خیلی حس و حال خوبی به آدم میده. من تصمیم گرفتم که این به بعد تو مدیتیشن ها حتما از این مواردم استفاده کنم. بعد من خودم عاشق شمع و شمعسازی ام. قبلا هم شمع درست میکردم، خیلی قالب دارم، حتی پارافینم از قبل داشتم. شمع من زیاد داشتم از قبل، ولی هر کدوم به خاطر یه مناسبت و یه داستانی سوزوندمشون، آب شدن، از بین رفتن. امروز که میخواستم مدیتیشن انجام بدم خیلی دوست داشتم که شمعم کنارم بذارم، ولی دیدم که شمع ندارم متاسفانه. و دوباره گفتم که مثل قدیم خودم شمع درست کنم و دست به کار شدم. وسایلم رو پیدا کردم، ریختم بیرون. حالا با همراه شما میریم که شمع رو درست کنیم و یه 2 تا شمع شاید درست کنم به اندازه 1 هفته. هفتم کافی باشه. بعد من خودم شخصا شمع ساده و سفید رنگ دوست دارم. یه حس آرام بخشی بهم دست میده شمع سفید. خیلی شمع سفید دوست دارم. دوست دارم یک عالمه شمع با طرح مختلف ولی همشون سفید دور و برم بچینم. دوست دارم دیگه. حس خوبی بهم دست میده. اسماجم خیلی دوست دارم. اسماجم بلدم درست کنم که با گیاهای طبیعی درست میشه. اینجا نمونهش هست. لوندر، رزماری. خیلی اینا هم بوی خیلی عالی دارن، هم برای آرامش اعصاب خیلی فوق العاده‌ان. دود کنید. اینا که الان من اینجا گذاشتم که تازه است. همین امروز چیدم گذاشتم. چه بوی عطری هم داره. واقعا حالی به حالی میشم. همراه من باشید تا با هم بریم یه 2 تا شمع درست کنیم و بعدش بریم یه مدیتیشن خیلی عالی انجام بدیم.